سریع دسترس نمودنی داروواری و تأمین طبیبان با لباسهای مخصوصی از بیماری کووید 19 حفظ کننده بود که مردم تاجیک روزهای وزنین پاندمی را سریع پسی سر نمود. در این باره صبح امروز سنه 19 ینور سعادت امینجانова وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت از حوزه انتخاباتی بافنده 2 شهر خوجند هنگام ملاقات با فعالان و طبیبان بیمارخانه شهری رقم 1 اطلاع داد. بنا به گفته وی در اکثر کشورهای خارجه تنقیصی داروواری و لباسهای مخصوص برای طبیبان به چشم می رسید. وی تاکید کرد که طبیبان تا قدر امکان برای بیماران کمک خود را سریع رسانیدند. به جز این شهروندان جمهوری نیز در شرایط وزنین پاندمی برای احتیاط نمودن خود حالت کرانتینی را قبول کرده یک فرصت در خانه ماندند. ولی خوشبختانه در کشور ما انامی شبرسوی وابسته از مشکلی ها داروواری را دسترس کرده می شدند. این البته یکی از مسئله های مهمتری می باشد. دسترسی داروواری به اهالی، تامینات با هم داروواری هم لباسهای مخصوص که همش تامین کرده می شد. وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت سعادت امینجانova از آن نگرانی کرد که حالا از سبب بهتر شدن وضع اپیدمیولوژی اکثریت شهروندان بی‌پروا شدند و گشتگذار آنها در کوچه‌های شهر به استفاده نقاب و چشم می‌رسد و میگوید آدمان در نقلیات جمعیتی، مغازه‌ها و حتی در اکثر جایهای جمعیتی از نقاب استفاده نمی‌برند. او همچون یک کارمند تیپ تمام شهروندان جمهوری را آگاه کرد که در کوچه‌ها به نقاب گشتگذار نکنند زیرا احتمالیت دیگر باره اوج گرفتن بیماری سرایت کننده کووید 19 وجود دارد. یک چیز هست که این بیماری حضور برطرف کرده شد، برکنار کرده شده است. لیکن احتمالیتی باز از دیگر پیدا شدن اون حالی هم وجود است. برای اینکه انامین رقوق شده شده است از خارج کشور و داخل کشور ما چقدر آدما میباید هیچ کس گفته نمیتونن چون ما باوری ما هم نبود که انامین بیماری چقدر همه فرا میگیرد چقدر همه یک باره پنج شده کسل میشد. ما میگیم که کشور ما خوردکک است چی میگن دولت‌های خارجی قدر بسیار هست البته هم چی میگن وابستگی هست انتقال هست لیکن باوری نداشته که تو این درجه همین تیز پام میشود. سعادت امینجانova میگوید برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس ساکنان را ضرور است که به نقاب به کوچه نبرایند، از محلول‌های آنتیسپتیک استفاده کنند و در جایهای جمعیتی مسافه اجتماعی را رعایت نمایند زیرا برای پیشگیری این بیماری سهم هر یک شهروندی تاجیک مهم می باشد. شما احترامانه خواهش نمایند که جهت یعنی پیشگیری بیماری کرونا سهم خود را گذارانیدن، یعنی سهم خود را گذاشتن استفاده بردن از آن نقاب‌ها، از آن موادها، محلول‌های ضد تعفنی باید که هم استفاده بریم، تربیت کنیم نسل نورس رو هم جهت پیشگیری بیماری کرونا و یکی از مسائل است باز یک بار تاکید کنم این انتقال گشتن آنها و هر خیل گروه‌های افراط‌گرایی باید ما هممون سرجمانه فعالیت کنیم. حجم استحصال کارخانه‌های صنعتی، تأمین بودجه دولتی، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق و برد و باخت ساحه‌های مختلف کشور از مسائل‌های مهم ملاقات وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت با استقامت کنندگان محلی بافنده شهر خوجند و طبیبان بیمارخانه شهری بود. در این ملاقات اینچنین چندی از استقامت کنندگان محلی مذکور عاید چراغان نمودن کوچه‌های زیستی خود به وکیل مراجعت کردند. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.